نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأيضا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان و بزرگواران، بحث ما ارتباط به سوالهایی که در ذهن خیلی از عزیزان هست، سوالهایی که همه ما را به فکر انداخته. سوالها هست چرا حدود و قصاص نمیشه؟ چرا ملت بیکار هست؟ چرا حقوق خواهران و زنان و بالآخره بعضی از مأمورین و اینها رعایت نمیشه، در نظر گرفته نمیشه؟ چرا در ادارات اکثرا خود بزرگان امارت اسلامی هستند؟ اینها سوالهاییه که ما به عنوان خیرخواه، به عنوانی که در کنار حکومت اسلامی خود هستیم و انتظار داریم، باید ملت بفهمه و آگاه باشه. والله العظیم انتظار همه ما و شما حکومت اسلامی بود که آماد و الان ما خیلی توقع داریم. شما 2-3 هفته همه شما شاهد هستید به عنوان بندگان الله سبحانه و تعالی که من از این منبر 3 هفته میشه چقدر مسئله حمایت از امارت اسلامی دارم و تا زمانی هم که امارت اسلامی در راه و خط قرآن و شریعت غرای محمدی روان باشه می جان خدای حکومت اسلامی میکنم. اما اگر خدای نخواسته از خط و مش جدا بشه، باز او بحث دینی هست، بحث اسلامی هست، مسئله عقیده و اعتقاد هست. میخوام باز هم امروز این مسئله را اشاره بکنم که من و شما وقتی این سوالها در ذهن ما می آید، همه این سوالها با یک کلمه جواب داده میشه. چرا حدود و قصاص نیست؟ چرا ملت بیکاره؟ چرا
حقوق زنها که بالاخره به خیابانها و اینها بیرون میشن مد نظر گرفته نشده، مردمی که بالاخره سر و صدا دارن، همه اینها با یک کلمه جواب داده میشه که عزیزان و بزرگواران، حکومت نوپا هست، تازه تشکیل شده، حکومتی که تشکیلاتش هنوز مشخص نیست، قاضیش مشخص نیست، سارنوالش مشخص نیست، محاکم و قضاتش در مرکز و اینها هنوز مشخص نیست. خب ما باید کمی صبر داشته باشیم، کمی حوصله داشته باشیم. ولی ما امروز تمام بحث ما اینه که ما خواهانیم، میخواهیم از امارت اسلامی، میخواهیم از حکومت اسلامی که قاتلان علما را پیدا کنه، میخواهیم، چون در حال تشکیل هست. 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، 6 ماه بعد وزیر مشخص شد که الان حال مقدمتا میبینیم اعلانات شده. وقت تشکیلات مشخص نیست، ادارات هنوز درست به فعالیت خود شروع نکرده، پس چگونه من مثالی بیان میکنم. ابی طفلی که تازه به راه میفته، شما چقدر از او توقع دارید؟ همه کار رو بکنه؟ طفل تازه میخواد به راه بفته، دستی رو میگیریم، با او کمک میکنیم، با او همکاری میکنیم تا به راه بفته. حکومت نوپا یعنی چی؟ حکومتی که بعد از یک حکومتی آمده که در رژیم گذشته بی‌عدالتی به اوج خود رسیده بود، ناامنی به اوج خود رسیده بود، فقر به اوج خود رسیده بود، بیکاری به اوج خود رسیده بود، اختطاف و ظلم و ستم و بالاخره انواع فساد به اوج خود رسیده بود. خب اون حکومت سرنگون شد. امی حکومت که تازه آمده، ما باید به حکومت نوپا دستش را بگیریم، به عنوان همکار، به عنوان همراه، با او همراه باشیم، با او همگام باشیم، در کنارش باشیم. تازه تأسیس شده، جدید آمده. ما میگیم چرا حدود و قصاص نیست؟ خب حدود و قصاص کو آمیر حوزه کو حدود و قصاص کرده نمیتونه. حدود و قصاص کو به دست یک ولسوال و قماندان نیست. بحث حد و حدود و قصاص از طریق محاکم میشه. خب محاکم ترتیب شد، تنظیم شد و بعداً اگر دیدیم که حدودی نیست، قصاصی نیست، او وقت صدای خود را بلند میکنیم. پس به اینه که این سوال در ذهن خیلی از عزیزان، خیلی از دوستان، حتی در ذهن خیلی از مجاهدینی که در ردیف پایین قرار دارن، چرا حدود نیه، چرا قصاص نیه، چرا بالاخره؟ پس این را فهمیدیم که یک حکومت نوپا، حکومت جدید، تا تشکیلاتش درست میشه، تا اداراتش درست میشه، تا محاکمش درست میشه، وقت میخواه. به اینه که باید صبر و حوصله داشته باشیم. تمام برنامه، خواهرانی که اعتراض میکنن، مردمی که اعتراض میکنن، مردمی که بالاخره میآیند در خیابانها و اینها اعتراض میکنن، اینا صبر داشته باشن، حوصله داشته باشن. اینهایی که امروز به خیابانها میریزن دیروز کجا بودن؟ دیروزی که صدها و هزاران جنایت بود در این سرزمین، جنایاتی که بالاخره از اشغال گرفته، از فسق، فجور، جنایاتی که از ظلم و اختطاف و ناامنی و فسق و فجور و قمار و شراب و زنا و همه این بدبختی ها بود. اینهایی که این روزا به خیابانها بیرون میشن و شعار میدن علی حکومت اسلامی، اینا دیروز به کجا بودن؟ چرا صدای خود را بالا نمی کردن؟ به اینه که ملت باید صابر باشه، صبر داشته باشه، حوصله داشته باشه. گفتم حکومت نوپا، حکومت جدید، حکومتی که تشکیلات از او در حال ترتیب و تنظیم هست. پس به این عزیزان و بزرگواران، سوال دیگری که در ذهن خیلی از برادرها که تشکیلاتی که شده و یا در اداراتی که هست غیر از خودشان دیگه کسی نیست. خب همین لحظه در ابتدا چی افرادی بیارن به چوکی‌ها بنشانن؟ خب خودشان هستن، امینن، مطمئنن، تا اینکه حکومت تشکیل بشه، تنظیم بشه، بعداً افراد متعهد، متخصص،
چیز فهم میای سر ادارات و کار خود ترتیب و تنظیم میکنه. همین الان به کی اعتماد باشه؟ برادر اعتراض میکنه که 15 حوزه 15 ناحیه 15 تا ملا تعیین شده. خب برادر 15 تا ملا تعیین شده، چی کثیر بیارن؟ همون کسی که تا دیروز دزدی میکرد پس بیا امیر حوزه بشه؟ همون کسی که تا دیروز ظلم میکرد پس بیا امیر حوزه بشه؟ همین کسی که تا دیروز به شراب و به زنا و به قمار بود او رو بیارن مسئول حوزه استاد کنن؟ پس به اینه که ما باید به این قضیه متوجه باشیم که وقتی افراد و اشخاص خود میگیم چرا تعیین کردن، به اینه که تا تشکیلات حکومت تنظیم بشه، ترتیب بشه، منظم بشه. بعد از اینکه تشکیلات منظم شد، افراد متعهد، متخصص، کارکن، چیزفهم، اینها میای سر کار، سر قدرت. به این سوالهایی که در ذهن خطور میکنه خیلی در بین جامعه، هر جا که می نشینیم، چرا حکومت حدود نداره، چرا قصاص نداره، چرا بالاخره کاروبار ایجاد نکرده، چرا بالاخره خود مسئولین از دیگه مردم کار نگرفتن و اینها سوالات به یک کلمه حل میشه که حکومت نوپا، حکومت جدید نیاز به وقت داره، نیاز به فرصت داره. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه کار کردن تا در مدینه تشکیل حکومت اسلامی دادن. و این برادران عزیز که من و شما باید متوجه باشیم، همه ما به عنوان همکار، به عنوان همراه، به عنوان مشاور، به عنوان خیرخواه، به عنوان دلسوز باید که در کنار حکومت اسلامی خود، چون این آرزوی ما بوده، این آرزوی 21 سال بوده، سر این منبر گریه کردیم، ناله کردیم، فریاد زدیم، بالآخرت همه ما و شما به خاطر آمدن حکومت اسلامی. و حکومت اسلامی امروز سخت نیاز داره به دعا، به مشوره و بالاخره به همراهی و به اینها. عزیزان و بزرگواران، نکته بعدی، به افراد و اشخاصی که علیه حکومت اسلامی بغاوت میکنن از لحاظ شرعی چی حکمی داره؟ از لحاظ شرع یک حکومت اسلامی تشکیل شده، تنظیم شده، ترتیب شده، حالا یک عده بیرون میشن به خیابان فریاد میزنن و بالاخره پس نوکران غرب و دموکراسی خواهان و اینها بیرون میشن. اینها بسیار ببخشیم همو امریکایی ها که رفت، اینها همو استفراغ امریکایی ها که اینها باقی ماندن، امروز بیرون میشن علیه حکومت اسلامی شروع میکنن به بغاوت. از لحاظ شرعی، شرع، دین مبین اسلام، دین مبین اسلام چی دستور میده؟ چند آیه و چند حدیث را اشاره میکنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره حجرات آیه 9، الله میفرماید و ان طائفتان من المؤمنین قتتلوا فاصلحوا بینهم. اگر بین دو مؤمن درگیری پیش می آید چکار کنیم؟ فاصلحوا بینهم، اصلاح بیاریم، نصیحت کنیم، خیرخواهی داشته باشیم. اما فان بغت احداهما علی الاخرى، این آیه مبارکه هست، این قول شافعی و مالکی و حنبلی و بالاخره حنیفی و اینها نیست، این قول پروردگار هست. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یک گروه پیدا شد بغاوت کرد. فان بغت چیه؟ کسی که طغیان میکنه، از حد میگذره، کسی که تعدی و تجاوز داره، کسی که برتری جویی میکنه، کسی که ستمگری میکنه، ظلم میکنه. حکومت اسلامی آمده تا بال امارت برای ما و شما گفته که من حدود و قصاص را اجرا نمیکنم؟ تا حال نگفته. تا حال امارت اسلامی گفته که من از فاسق و فاجر و بیدین و از اینها من حمایت میکنم؟ در حال تشکیل هست، در حال اینه که این حکومت ساخته بشه. پس هر انسانی که علیه حکومت اسلامی بغاوت میکنه، سرکشی میکنه، حکم از او چیه عزیزان و بزرگواران؟ علما و بزرگان و ائمه ما و شما میفرمایند خروج علی ولی الامر
بیرون شدن بر ولی امر، بر حکومت اسلامی، این مسئله که این حرام. زنا حرامه، در این شکی نیست. شراب حرامه، در این شکی نیست. این حکم شرعی رو باید ما بفهمیم. وقتی که میگیم زنا حرامه، قمار حرامه و گناه کبیره هست و گناه هست، بغاوت و سرکشی و آمدن علیه حکومت اسلامی به خاطر از بین رفتن، کسی بیای شعار بده این عمل حرامیه. این من به این واسطه نمیگم که امارت اسلامی از ما خوش باشه. این یک حکم شرعی هست، حکم شرعی بغاوت و سرکشی علیه ولات امر مسلمین، این چیه؟ این حرامه. الله سبحانه وتعالى می فرماید فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. با او جنگیده بشه، سرکوب بشه، یا این که از بین بره حتی تفیء الى امر الله، یا بیای امر الله قبول کنه. حکم الله را قبول کنه. بینهایی که به خیابانها میریزن به حالت بی‌حجابی و بدحجابی و بالآخر در حال خلط و مخلوط و اختلاط زن و مرد، با اینها میگم امریکا رفت، دموکراسی هم مرد. دموکراسی مرد تمام. به زیر سایه حکومت اسلامی دست برا پا برا با اسلام زندگی کن، با اسلام زندگی کن. حق و حقوق تو رعایت میشه، با تو ظلم نمیشه، با تو ستم نمیشه، حقوق تو به تو پرداخته میشه، اما اجازه هم نداری که تو بیای علیه حکومت اسلامی بغاوت کنی، سرکشی کنی. الله سبحانه و تعالی به صراحت میگه فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله فإن فاءت فاصلحوا بینهما. اگر آرام شدن، قبول کردن، حکم الهی قبول کردن، خلاص دروازه برای اینا بازه. بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. با اونا عدالت میشه، با اونها رویه نیکی میشه، برخورد نیکو میشه. به افغانستان تمام ملت افغانستان حقوق شهروندی رعایت میشه، تمام ملت افغانستان. حتی چند هفته گذشته اشاره کردم که امارت اسلامی باید حقوق سیکه های افغانستان که ولو که در دین ما نیستن، در ایمان ما و در مسائل اعتقادی ما مشارکت ندارن، اما از لحاظ که افغانن باید حقوق اینا رعایت بشه. اما هیچ کس حق سرکشی نداره از نظر دین مبین اسلام. در رژیم گذشته رژیم توپ داشت، طیاره داشت، تمام قوت داشت. از این منبر گفتم که علیه رژیم گذشته قیام باید کرد، چون حکومت اسلامی نبود، دموکراسی بود. در زیر پرچم دموکراسی زندگی می کردیم، اما امروز زیر پرچم اسلام هست. پس کسی حق نداره بغاوت، سرکشی، تعدی، تجاوز، فریاد زدن، نظم جامعه به هم زدن و مردم را پریشان کردن. الله می فرماید در آیه دیگه یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت از الله و اطاعت از رسول و اولی الامر. و اولی الامر که اولی الامر کی هست؟ مفسرین می فرمایند علما و امرا، که امروز نعمت بزرگ الله برای ما و شما داده که امرای ما و شما علما هستند. تشکیلات مقدماتی شاید شما دیده باشید، از وزرا گرفته تا معینها و اینها، ملا فلانی، مولوی فلانی، شیخ الحدیث فلانی، ملا فلانی. علما و امرا، این نعمت عظیم و بزرگ است عزیزان و بزرگواران. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول.
اگر منازعه به شما پیش می آید، مشکلی پیش می آید، شما برمیگردانیم اون مشکل را به کجا؟ به طرف قرآن و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم. چند تا حدیث از احادیث گوهربار نبی مکرم اسلام اشاره می کنند به کسانی که بغاوت می کنند، سرکشی می کنند، به اونها اشاره می کنند به این که سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما می فرمایند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، نبی مکرم اسلام می فرمایند عن النبی صلی الله علیه و سلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة. برای شخص مسلمان، برای حکومت اسلامی باید چی بگه؟ از لحاظ شرعی و دینی چی بگه؟ السمع والطاعة، شنیدم و اطاعت. قانونی که حکومت اسلامی وضع میکنه السمع والطاعة. نبی مکرم اسلام میفرمایند فیما احب و کره، چیزی که دوست داری و چیزی هم که بد میبوری. چنین کنه میشه که آدم در حکومت اسلامی قرار داشته باشد تمام گپا به میل دل ما باشه، تمام حرف ها به میل دل ما باشه؟ میشه؟ هیچ امکان نداره. تمام حرف ها به میل دل نمیشه. مثلا اگه به میل دل ما باشه، با تمام قلب خود، قبلا اشاره کردم که من آماده ام جان خود فدای حکومت اسلامی کنم، اما چیزی که به قلب من هست، به قلب من اینه که باید بزرگان امارت اسلامی در قسمت قاتلین علما باید یک اطلاعیه شدیدی و بالآخره و یک مژده و نویدی برای ملت میدادن که شما ملت افغانستان مطمئن باشیم که قاتلین علمای ربانی دستگیر خواهد شد. خب این میل قلب من، خب اگر این چنین نشد ما باید ناراحت شد. اگر این چنین نشد، نبی مکرم اسلام میفرمایند السمع والطاعة على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما احب و کره. چیزی که دوست داری و چیزی که دوست نداری چه کار بکن؟ اطاعت بکن. حکومت اسلامی هر موضوعی که وضع میکنه، قضیه‌ای که وضع میکنه، خب به نفع تو نیست، به فیصله‌ای که میکنه به فایده تو نیست. تو چه کار بکن؟ واجب، لازم، ضروریه که اطاعت بکنی. الا رسول الله صلی الله علیه و سلم استثناء میکنم، الا. خب سوال در ذهن برادران میاد، خب اگر این امارت اسلامی خدای نخواسته یک 4 تا خانه گناه و معصیت را ساخت، خب اطاعت واجبه، لازمه. اگر خدای نخواسته مثل رژیم گذاشته رسانه ها پس به رقص و پایکوبی و ساز و موسیقی و بیجابی و بدهیجابی خب پس شروع کرد، خب باز دیگه تلویزیون رو نگاه کنیم ثواب داره؟ به خاطر که حکومت اسلامی اجازه داده دیگه تلویزیون رو نگاه کنیم. اگه بالفرض میت شد، رسول الله میفرمایند الا ان یؤمر بمعصیت، مگر زمانی که شما را اگه کسی به معصیت امر کرد، اینجا که اطاعت واجب نیه، لازم نیه. و بعدا میفرمایند نبی مکرم اسلام فاذا امر بمعصیت فلا سمع ولا طاعة. اگر حکومت شما به معصیت امر کرد، شما به گناه امر کرد، اینجا دیگه باز اطاعت واجب نیه. متفق علیه، حدیث بخاری و مسلم. این حدیث اول. حدیث دوم باز هم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حدیث ری ملت باید بشنوه. همه ما باید به حکومت اسلامی بیعت داشته باشیم. مسئله نگرانی و پریشانی بعضی از انسان‌ها اینه که امیر خود را مثلا نمیشناسند. در حکومت‌هایی که بالآخره که مسئله خلافت و اینها از خلفای راشدین گرفته و بالآخره در صدر اسلام با رسول الله بیعت میکردن، بعدا خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای بالآخره عباسی و بالآخره تا رسیده به خلفای عثمانی و اینها. مسئله بیعت عزیزان من خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه. مثلا امروز اگر یک نفر بگه که درست حکومت اسلامی کو بیامد اما من به امیرالمومنین کار ندارم، من اطاعت از امیرالمومنین نمی کنم، خوشحالم هسته، از دینم دفاع میکنه، این حکم شرعی از زیر و از دیدگاه دین نبی مکرم اسلام میفرمایند. عبدالله ابن عمر میفرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول
عبدالله ابن عمر میگه از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمایند من خلع یدا من طاعت، کسی که دست خود را رها میکنه از بیعت با حکومت اسلامی، کسی که خود را گوشه میگیره بیعت نمیکنه با حکومت اسلامی، کسی که بالآخره ای کار میکنه، من خلع یدا من طاعت لقی الله یوم القیامه ولا حجت له، روز قیامت هیچ دلیلی نداره وقتی الله از او پرسان کنه که چرا بیعت نکردی، هیچ دلیلی پیش کرده نمیتونه. به این عزیزان و بزرگواران، پس از این حدیث دانستیم که روز قیامت از سوالهایی که میشه یک سوالم همین میشه که تو با امیر المؤمنین با حکومت اسلامی بیعت داشتی یا نداشتی. فواید چی هست؟ فواید اینه که جامعه منظم میشه، جامعه نظم میگیره، جامعه بالاخره ید واحد میشه، ملت واحد میشن.